دیدید که به چه شکلی مسیر رو پشت سر گذاشت رامین شهابی. جایگاه دوم رو داره تا به این لحظه رامین شهابی. مجموع خطای 4 راندی که ثبت شد 12 خطا بود. همچنان بهترین موقعیتی رو که توی جدول داری محمود پورحیدری است که مجموع خطای او 10 خطا است. منتظر حضور مازیار جمشیدخانی هستیم که در این لحظه وارد مانج مسابقه شد. مازیار جمشیدخانی، کورادو نام اصل اوست، 2 بار سابقه قهرمان کشور داره این سوارکار. ببینیم این بار چه نتیجه‌ای رو به پایان ثبت میکنه. 8 خطا طی راندهای گذشته برای او ثبت شده و از این لحظه زنگ به صدا در میاد و 45 ثانیه فرصت داره که کار خودش رو آغاز بکنه. مازیار جمشیدخانی به سمت خط شروع حرکت میکنه. بوکسر شماره 1 رو به خوبی پشت سر گذاشت توی قوس برای پرش از ایپرو مانع 2. پراید شماره 2 به سمت چپ. لیورپول مانع شماره 3 توی قوس حرکت میکنه برای رسیدن به بنیامین مانع 4. 20 ثانیه از زمان سپری شد. زمان مجاز 89 ثانیه اعلام شده. به سمت چپ حرکت کرد برای رسیدن به پلانگ 5. با 3 گام عبور میکنه از پیاف بوکسر شماره 6 و مقابلش تندیس مانع شماره 7 بود که به خوبی عبور کرد. 7 مانع بدون خطا در لوح داوری ثبت شد برای مازیار جمشیدخانی و کورادو و مانع سه‌بخشی 8. 8A اوکسر با 2 گام 8B آپراید. 8C آپراید مقابلش اوکسر عریض شماره 9 مانع رو به خوبی عبور کرد. اگر بدون خطا بره جایگاه بسیار خوبی رو خواهد داشت در جدول رقابت‌ها. مانع 2 بخشی 10A آپراید 10B اوکسر توی قوس حرکت میکنه برای رسیدن به آپراید چسب مشهد. 67 ثانیه هم از زمانی سپری شد و 2 مانع تا پایان مسیر. تریبل شماره 9 رو نگاه میکنه تا در موقعیت خوب پرش قرار بگیره. از روی تریبل آخرین مانع و آپراید روبی مانع 13 مسیر رو بدون خطا پشت سر گذاشت مازیار جمشیدخانی. او هم توانست راند رو به خوبی عبور بکنه در زمان 81 ثانیه به 59 صدم ثانیه. مجموع خطای 4 راند برای مازیار 8 خطا بود و تا به این لحظه جایگاه اول رو از آن خودش داره. سواری خوب، پرش خوب بدون نقص کار خودش رو به نمایش گذاشت و پشت سر